در قسمت بغات کست اسلام کست در قسمت جنگ با بغات کست مطلقا جنگ با بغات در یک نظام اسلامی با قطاع و طریق بغات کسایی که در علیه نظام اسلامی بغاوت مثلا یک نظام اسلامی خلافت اسلامی قائم است اگر کدام طایفه علیه نظام اسلامی بغاوت کرد به چی نوع بغاوت احتمال که خلیفه عدل نکرد مشکل ایجاد شد نه زکات امتناع کردن نه از روزه نه از هیچ چیز امتناع نکردن خیلی مردمای نیکی هستن اما بغاوت کردن علیه نظام اسلامی بغاوت کردن وقتی که جنگ درگیری صورت میگیره ببینن در بغات مطلقا در فقه اسلامی ما احکام خاص خود داریم باغی زخمیش کشته نمیشه مالش غنیمت گرفته نمیشه زنش کنیز گرفته نمیشه و کسی که از جنگ فرار میکنه وقتی که از جنگ فرار میکنه تعقیب نمیشه و وقتی که صلح میشه از مالایی که اونا گرفتن از نظام گرفتن به حساب نظام از مالا پرسان نمیشه بلکه مالایی که نظام از اونا گرفته پس دوباره به اونا مسترد باید کنن این خود به خود احکام خاص است از او خاطر امام قرطبی بسیار اشاره زیبا داره در این قسمت که علی با معاویه جنگید رضی الله تعالی عنه وقتی که جنگ صورت گرفت با خوارج خصوصا جنگ صورت گرفت امام قرطبی رحمه الله میگه کسی که متا احتمال می بوده باشه که اما آیات قرآن کریم میگه ما شما که میبینیم هم میگه در احکام فقهی میگه هم میگه تطبیق شده بود فقط همین حکم مانده بود که در میان مسلمانان وقتی که جنگ صورت بگیره باید شما بینشان صلح کنید نه دیگه احکام بغات مانده بود که تطبیق باید شد زمان اساس کس خونه با اون وجه احسنش احکام تطبیق کرد و یک قدوه و نمونه احکام به حساب از نظریات گرفت و جامعه عملی پوشن علی رضی الله تعالی عنه هیچ وقت شما نمیبینن که حتی به خوارج انت که امیر المؤمنین خوارج کافر هستند گفت لا و من الكفر فروا گفت از کفر اینا چی کردن اینا فرار کردن خیلی گفت اینا کیها هستند گفت اینا اخواننا فی الدین بغوا علینا برادرای ما در دین هستن خالای ما بغاوت کردن و گفت که با خوارج ایره بفهمن با یکی اونا درات چی بودن درات تشکل بودن تنظیم تشکیل میدادن علیه تکفیر کرده بودن تجمعات از خود داشتن مساجد گفت متوجه باشن خوارج اینا از نماز در مساجد خود منع نمیکنیم از مال و غنیمت و فایی که ما میگیریم از اینا را منع نمیکنیم یعنی جز نظام اسلامی هستن برادرای ما هستن و تا وقتی که علیه ما شمشیر بلند نکنن علیه شمشیر بلند نمیکنیم و وقتی خوارج شمشیر بلند کردن باز علی شمشیر علیشان بلند کرد در جنگ نهروان که چندین هزار نفرشان به قتل رساند ولی چندک مردمان نماندن که از اونا باز خوارج نشاط گرفت و با طوایف مختلفی که پات تقسیم شدن این دلالت به عدل اسلام میکنه و دلالت به رحمت اسلام میکنه در قسمت بغات احکام خاص خود داره در قسمت بغات احکام خاصی اما در قطاع طریق باز فرق میکنه قطاع طریق و بغات متوجه باشن فرق قطاع طریق مردمایی هستن که راه مردم گرفتن اغتصاب جنسی کردن یا رعب و خوف در یک جامعه اسلامی ایجاد کردن نی اونا مردم خاص مردمای دزد مردمای قطاع طریق هستن که اونا باید دست و چپشان از خلاف باید برده شه اونا حکمشان و بغات مطلقا فرق داره اونا خاصشان فقط مال و مسائل چیزاست اما بغات کس اونا وقتی که خروج میکنن اونا روی عیوب در نظام اینن که خروج میکنن ای باید نظام دیده میشه که اونا چی خروج متوجه باشن که هر طایفه باقی نیست مثلا ما شما در تاریخ میخوانیم که حسین علیه چی قیام کرد علیه یزید قیام کرد اما در حالی که وقتی که در ظاهری بینی که بغاوت صورت گرفت علیه حکم اما حسین حکم باقی را بی خود نداشت که در اونجا مشکل وجود داشت از این خاطر از امام مالک پرسان کردن که وقتی که علیه عباسیات قیام شد کسی آمد پرسان کرد که امام مالک گروه از مردم آمدن که گفت در جنگ ما با کی باشیم وقتی که بغاوت علیه عباسیات شده بود گفت جستجو کنن که عمر بن عبدالعزیز در کدام طایفه است یادت عمر عبدالعزیز به ایمان عدل در کجاست اگر عدل در مردمی بود که حاکم هستن با اینا باشین اگر در اونا بود اونا باشین اگر در اردو گفت اگر در اردو عدل نبود گفت منتظر باشین الله ظالما انتقام که دیگه بعد جان که دیگه مندازه گفت جان انتقام میگیره فقط را بگذارن که میشه از خاطر بعد قیامت به این شکل بود باقی قیامایی که قیام حسین قیام عبدالله ابن زبیر قیام ابن الاشعف قیام زید ابن علی
ابراهیم نفس الزکیه قیامت که صورت گرفت در مسیر تاریخ اسلامی علیه نظامای صورت گرفته بود که نظامای اسلامی بودن اما درشان اشکال وجود داشت. حالا ما تعجب میکنیم به این تنظیم‌های اسلامی در انتخابات داخل میشن. حسین در انتخابات با یزید داخل نشد و نه هیچ پذیرفته بود که مرا وزیر جور که خلاص ما از کل چیز میگذارم و نه یزید مانع دعوت حسین شده بود. اما چون حسین احساس میکرد که در نظام انحراف آمده، در نظام کجی آمده، باید نظام باید استوار باشه و اگر استوار کردن متقاضی بیرون کردن شمشیر از نیام باشه، ما شمشیر از نیام برمیکشیم مثل که حسین کار کرد. و حسین کیست؟ رسول الله میگه سید شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین سید سردارای اهل جنت هستند، سردارای جوانای جنت هستند حسین و حسن. خود به خود دلالت به این میکنه که اما ما فعلا این دلالت به این نمیکنه در ماه محرم از حسین صحبت کنیم نه تایفیق خود منسوب به حسین ساختن، حسین از اینا بری است و اینا حسین بری هستند، اینا دیگه ورات به ذریع خود اعلان کردن. نه حدیث ابو داود حدیث بیخی صریح است. ابو داود یک حدیث رو در باب الفتن ما در بیشتر به خاطر گفتم مسائل تنظیمی کومن بعضی یگان گفته احساسات جریحه دار نشینه جنگایی که صورت گرفت ریاکشن میگذاره. اگر در اون مثلا کدام مشکلی میگفا بوده باشه که بعضی کسا که مردم مخلص بوده باشه نه حدیث ابو داود بیخی صریح است در ارتباط در مورد امین فتنه در افغانستان آمده نه و در مورد فتنه مشابه رخ میده. ابو داود در حدیث میگه رضی الله تعالی عنه حدیث رسول الله روایت میکنه. رسول الله میگه با می الفاظ یک وقتی من قرائتم کرده بودم حدیثه بین دو طایفه از مسلمانان میگه جنگ میباشه. رسول الله میگه در اینجا کفار داخل میشن. در حدیث مبارکی است رسول الله که الله عزوجل دو شمشیر بر امت ما جمع نمیکنه. دو شمشیر بر امت ما که شمشیر از مشرکین باشه و شمشیر از مسلمانان باشه، دو شمشیر جمع نمیکنه. شروع حدیث نوشته میکنه میگه وقتی که دو طایفه از مسلمانان در جنگ باشن وقتی که مشرکین در یک کشور داخل شه سرزمین داخل شون اینمی الله عزوجل کس این امکان نداره که دو شمشیر علی یک طایفه استعمال شود. یعنی به این معنی که این یک طایفه و مسلمانان بجنگه و مسلمانان باقی بانن مشرکین با اینا بجنگه. متوجه هستید؟ مثلا الف و ب دو طایفه مسلمان دیگر می جنگن، مشرکین داخل شدن، صحیح شد. امکان نداره که مشرکین با طایفه الف بجنگه بیم با طایفه الف بجنگه خود طایفه ب مسلمان مانن. نه در این صریح حدیث رسول الله است که در این دو حالت کس این طایفه ب وقتی که علی طایفه الف می جنگه مشرکین هم می جنگه این طایفه حکم چی رو به خود میگیرن؟ حکم مشرکین به خود میگن از اسلام بیرون میشن. و در افغانستان این مطلقاً قرار تطبیق شد حدیث مبارک رسول صلی الله علیه و سلم. از این خاطر رسول الله ما را بر هیچ طور حجت واضح گذاشته که در این کسی بعضی کسان میگن ما در قضیه افغانستان حیران هستیم. حیران به این معنی که تو خودت حیران هستی. انسان که متمسک به قرآن سنت باشه بده حیران بودن بده حیران چه قسم بانم های در این کدام حل نیست. رسول الله بر ما حل بیان که چرا حل شافی و کافی وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث مبارک در پالیسی درباره موالات بابش کسایی که فرن در جنگ در پالی امریکا قرار گرفتن از اهداف امریکا در منطقه دفاع میکنن، از در اهداف امریکا در افغانستان متحقق میشدن در این هستن ولی که ایمان دارن ندارن به چیز مخاط در ظاهر با اونا هستن. شمشیر علی مسلمانان برداشت اینا کسایی که حکم اینا با مو ریشای چند مترشان و پاچای کوتاهشان اگر پیششان باشه اینا حکمشان حکم مشرکین است و علی طایفه جنگ میکنن طایفه مسلمان علی طایفه مسلمان میجنگن حکم شرعی اونا هست. در ظاهر با اینا مثل معامله صورت میگیره مثل معامله مشرکین و معامله کفار صورت میگیره. مثل ابوبکر صدیق با مرتدین یه چیزی رو انجام داد. مثلا در عراق ما شما مشاهده میکنیم خیلی تنظیم‌ها بودن میگن ما تنظیم‌های اسلامی هستیم مجرد که امریکا داخل شدن در پالی در صف امریکا هم بانگ و آواز امریکا علیه مجاهدین شدن علیه مجاهدین فلان شدن که علیه مجاهدین نه بلکه از این بالاتر تا گروه‌ها تشکیل کردن که مجاهدین باید بجنگند بس اونا حکمشان کس حکم نمی امریکا است حکم کفر و رده است. دیگه الحمدلله در قضیه افغانستان قضیه مطلقاً روشن شد. جنگ بین فتنه چیزایی بود الله عزوجل فتنه را کل برداشتیم از رحمت الله عزوجل بود. دیگه در پالی ازیب داخل امریکا در افغانستان در مناطق الله صفحه را متمایز ساخت، صفحه را جدا ساخت. کسایی که در قلباشان دغل و حسد و کینه و حقد و در ارتباط با اسلام و در ارتباط با خون مسلمانان تساهل داشتن که باید خونه باید خانه باید شوه الله عزوجل هم میگیره رسوا ساخت کینه و مردمان در اون صف قرار نه در این صف قرار گرفتن
از خاطر وقتی که جهاد معنیش به است که وقتی که انسان جهاد میکنه مطمئن جهاد میکنه، کی رو میکشم کی رو نمیکشم. در فتنه معلوم نیست، قاتل و مقتول معلوم نیست که چی کشته میشم. نه، اما در فلان